با همه سلام. اینک باز شروع میکنیم نظرسنجی خود را در مورد بازی لیگ چمپیون ها میان دسته های منچستر سیتی و باواریا. میبینیم که نظر مخلصان فوتبال در مورد این دیدار چگونه است. خوب، در مورد این رقابت بسیار بزرگ میان دو دسته بزرگ اروپایی اگر حرف زنیم، پیشگویی نمودن خیلی هم دشوار است. یکی از مهمترین پیروزی‌های توخل مقابل دسته گواردیولا این البته پیروزی در فینال لیگ چمپیون ها می باشد، ولی من برتریت را به جانب منچستر سیتی میدهم. منچستر سیتی پیروزی رو به دست خواهد آورد. بازی نوبتی که بین باواریا و منچستر سیتی برگزار می شود، من فاوریت اساسی را دسته باواریا میدم، زیرا که اونها می توانند منچستر سیتی را در بازی دوم پیروز شوند. و در بازی باواریا و منچستر سیتی باشد، با فکرم باواریا غلبه بکنه. دوستان عزیز، ما با یک گروه فوتبالبازان دسته فایسکند که فعلا در شهر دوشنبه قرار دارند حضور داریم. اینجا فوتبالباز نظر خود را درباره بازی منچستر سیتی و باواریا خواهد گفت. But me, I like Manchester City, but I think Bayern get more quality, good player and good philosophy on the pitch. I think Bayern going to qualify. Yeah. Fanstimmung, dass ich gelebt habe in Bayern. این بودن نظر و اندیشه های چند تن از مخلص فوتبال در مورد بازی مرکزی دور چهارک نهایی لیگ چمپیون ها میان دو دسته معروف. شما نیز نظر و اندیشه های خود را در پایان این ویدیو بنویسید و حتما قید بکنید که کدام دسته غالب می شود. تا دیدارهای نوبتی.